آیا جنیفر باعث مرگ تیک تاکر معروف شد؟ قبل از این حواشی بیان یکم در مورد گذشته جنیفر بیشتر بدونیم. جنیفر تو سال 1969 در نیویورک به دنیا میاد و یه خواهر کوچیکتر به نام لیندا و یه خواهر بزرگتر به نام لسلی داره. پدرش دیوید توی شرکت بیمه کار میکرد و مادرش مربی مهد کودک بود. اونها توی آپارتمان کوچیک تو محله کسل هیل زندگی میکردن و وضع مالی ضعیفی داشتن. جنیفر به خاطر علاقه‌ای که به خوانندگی داشت تو سن 5 سالگی به کلاس‌های خوانندگی و رقص میرفت. تو پایان دبیرستان نقش کوتاهی توی فیلم بازی کرد و بعد از این فیلم تصمیم گرفت به یه ستاره سینمایی تبدیل بشه. پدر و مادرش با بازیگری به شدت مخالف بودن و این کارو تصمیم احمقانه میدونستن و همین اختلاف‌ها باعث شد تو خونه رو ترک کنه و از پدر و مادرش جدا بشه. تو همین زمان وارد یک گروه موسیقی کور میشه، اما این کار راضیش نمیکنه و تو سال 1991 تو گروهی به عنوان رقصنده کمکی مشغول به کار میشه تا اینکه توی برنامه تلویزیونی استخدام میشه و برای ادامه فیلم برداری به لس آنجلس میره. جنیفر تصمیم میگیره بازیگری رو جدی‌تر پیگیری کنه. اولین نقش اون به صورت حرفه‌ای با بازی در فیلم گم شده در جنگل محصول سال 1993 بود و بعد از اون تو فیلم‌ها و سریال‌های زیادی ایفای نقش میکنه. جنیفر تو سال 1999 فعالیتش رو تو دنیای موسیقی آغاز کرد. اولین آلبومش رو به نام On The Six منتشر کرد. اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده لطفاً با لایک کردن ما رو حمایت کنید. بریم سراغ ازدواج‌های متعدد جنیفر لوپز با نام مستعار جیلو. اولین ازدواج جنیفر با جانی نوآ در سال 1997 بود. جنیفر نوآ رو زمانی که به عنوان خدمتکار در میامی کار میکرد ملاقات کرد. اونا تو سال 1998 از هم طلاق گرفتن. تو سال 2000 کریس جود و جنیفر با هم آشنا شدن. در واقع کریس برای حضور تو یکی از ویدیو کلیپ های جنیفر استخدام شده بود و تو سال 2001 با هم نامزد شدن و 1 سال بعدم از هم جدا شدن. بعدها جنیفر با مارک آنتونی خواننده معروف امریکایی در سال 2004 میلادی ازدواج کرد و حاصل ازدواج اونها 1 دختر و پسر دوقلو بود و تو سال 2011 بعد از 7 سال زندگی مشترک از هم دیگه جدا شدن. جنیفر و الکس رودریگز ستاره بیسبال یکدیگر رو تو مسابقه بیسبال ملاقات کردن. اونها بعد از 2 سال آشنایی تو سال 2019 با هم نامزد کردن و بعد از چند سال به خاطر خیانت الکس رودریگز از هم جدا شدن. همونطور که میدونی جنیفر با بن افلک ازدواج کرد و هنوز ازدواجشون به طلاق کشیده نشده. اگه به حواشی سلبریتی ها علاقه دارید وارد کانال ما بشید. بیایید در مورد حواشی اخیر جنیفر لوپز صحبت کنیم. قصه از اونجا شروع شد که جنیفر لوپز بعد 10 سال یه آلبوم جدید منتشر کرد. یه آلبومی داره که برای سال 2002 برای زمانی که وقتی با بن افلک آشنا شده بود به نام This Is Me Then که 18 سال از انتشار اون آلبوم میگذره و الان یه آلبومی داره به نام This Is Me Now یعنی که این منم الان. و این آلبوم به خاطر اینه که الان دوباره با بن افلک هست و عشق ابدیشو ابدی خواهد موند. و این آلبوم در واقع در مورد احساسات الانشه و رابطه و اتفاقات اخیر. الهام بخش این آلبوم جدید شده. اما آلبومش مورد توجه مردم قرار نگرفت و توی 100 تا آلبوم برتر تو رده 38مین قرار گرفت و جز بدترین آلبوم‌های خودش هم به حساب میاد. و بعد تصمیم گرفت یه فیلم موزیکال بسازه که تمام آهنگای آلبومش رو توی این فیلم میخونه. بن افلک و جنیفر قبلا با هم نامزد کرده بودن و 3 روز قبل از عروسیشون اعلام کردن از هم جدا شدن. تو سال 2004 اون موقع به همه اعلام کردن فشار رسانه‌ها روی ما زیاد بود و مجبور شدیم از هم جدا بشیم، در حالی که حقیقت ماجرا یه چیز دیگه بود. برمیگشت به جنیفر گارنر. بن افلک زمانی که با جیلو تو رابطه بود تو یه فیلمی با جنیفر گارنر هم بازی بود. عاشق جنیفر گارنر میشه و از جنیفر جدا میشه و سریع با جنیفر گارنر وارد رابطه میشه و با هم ازدواج میکنن و چند تا بچه هم دارن. بعد 2 سال پیش از همسرش جدا میشه و دوباره با جیلو وارد رابطه میشه و ازدواج میکنن. فکر کنم بن افلک به جنیفر علاقه خاصی داره. جنیفر تصمیم میگیره یه فیلمی رو به تهیه کنندگی خودش منتشر کنه. در واقع هیچ تهیه کننده قبول نکرد برای یه فیلم جنیفر سرمایه گذاری کنه و اون مجبور شد خودش هزینه ساخت فیلم رو بده.
اما این فیلم خیلی خوب از آب در نیومد و توجه مردم رو جلب نکرد. موضوع این فیلم در مورد یه دختر پسری هست که عاشق هم بودن و نتونستن به هم برسن. اینطور که به نظر میرسه فیلمش در مورد رابطه‌اش با بن افلاکه که دوباره به دستش آورده. امتیاز این فیلم از 10 4 شده و از نظر خیلی آبکی و بی‌محتواست. بعد از اینکه فیلمش مثل آلبومش مورد انتقاد قرار گرفت، تصمیم گرفت یه مستندی منتشر کنه که در مورد فیلمش توضیح میده. از یه طرف تور موسیقیش هم به علت گرونی بلیطاش فروخته نشد. کلاً سال خوبی برای جنیفر نبود. خیلی از رفتار بعد جنیفر لوپز با فناش حرف میزنن و اونو مورد انتقاد شدید قرار میدن. اطرافیانش اعتقاد دارن جنیفر اصلاً آدم خوبی نیست و کار کردن باهاش خیلی سخته. برگردیم به مستند جنیفر لوپز. امسال جنیفر تمام تلاشش رو کرده که دیده بشه و همش هم برمیگرده به خاطر رابطه‌ای که با بن افلاک داره که موضوع بحث برانگیز این روزا شده. در راستای این تلاش جنیفر امسال یه مستندی رو منتشر کرد تا در کنار فیلم و آهنگاش بیشتر دیده بشه، اما تو تیک تاک یه سری آدما مسخرهش کردن و میگن تو اصلا آدم باحالی نبودی و کسی تو رو نمیشناخت و اهمیتی نمیداد. جنیفر هم نسبت به این تمسخرها واکنش نشون داد. افرادی تو تیک تاک نسبت به حرفای جنیفر واکنش تند نشون دادن و گفتن اون چیزی که خودتو نشون میدی نیستی و داری دروغ میگی. این افراد همون آدمایی بودن که تو محله قدیمی جنیفر زندگی میکردن و نوجوانی و بچگی جنیفر رو به یاد دارن و جنیفر مورد انتقاد این جور آدما قرار گرفت. خیلی‌ها میگن جیلو اصلا با دیگران ارتباط برقرار نمی‌کرد، همش درگیر خودش بود و اصلا رابطه خوبی با همکلاسیاش نداشت و کاراکتر منفی داشته. معمولا این اتفاقا برای سلبریتی‌ها میفته و افرادی هستن که سلبریتی‌ها رو مسخره میکنن و رازاشون رو برملا میکنن و کاملا طبیعیه. اما جیلو جنبه این داستانا رو نداشت و تو تیک تاک شروع کرد به کپی استراک گذاشتن برای این افراد. در واقع چون تیک تاکرها از محتوای جیلو استفاده می‌کردن، جنیفر با اخطار استراک میتونست پیج تیک تاکرها رو ببنده. این ماجراها به همینجا ختم نشد. شخصی تو تیک تاک وجود داشت به نام کایلی مریسا که این خانم 700,000 فالوور داشت و جنیفر از ویدیوهای این خانم خیلی عصبانی شد و برای تمام ویدیوهاش کپی استراک فرستاد و این اتفاق باعث شد پیج این خانم بسته بشه و دیگه نتونه فعالیت کنه. و چیزی که اینجا خیلی اهمیت داره اینه که این خانم مبتلا به کنسر بود و خرج بیماریشو با درآمد کانالش میداد و نیاز به درآمد این کانال داشت تا هزینه درمان بیماریشو بده. کار جنیفر باعث شد که این خانم دیگه نتونه تو کانال فعالیت کنه و درآمدش کاملا قطع بشه و متاسفانه چند روز بعد فوت میکنه و انگشت اتهام به سمت جیلو رفته که تو باعث مرگ کایلی شدی. به نظرم این اتهام خیلی بزرگه و مردم دارن زیاده روی میکنن. به هر حال این حرکت جنیفر برای یه سلبریتی موفق دور از انتظار و عجیب بود. اینطور که به نظر میاد جنیفر اون چهره‌ای که تو فضای مجازی و رسانه‌ها از خودش به مردم نشون میده کاملا متفاوته. در مورد این موضوع خیلی از خبرگزاری‌ها صحبت کردن و از جنیفر به خاطر کارش نقد میکنن. این اواخر جنیفر خیلی از فناش رو به خاطر این رفتارهای عجیب و بدش از دست داده و از اعتبارش پیش مردم کم شده و به نظرم این روزای خوبی برای جنیفر نیست. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفا نظرتون رو در مورد جنیفر لوپز برای من بنویسید.